آخر ایونت گاف صندوق سی پی رایگان اومد که شما میتونید داخل این گاف صندوق سی پی رایگان دریافت کنید. حالا واسه خیلیاتون سواله که چجوری ما میتونیم سی پی رایگان از این گاف صندوق افسانه‌ای دریافت کنیم. حتما تا آخر ویدیو رو ببینید چون آموزش دریافت کردن سی پی از این گاف صندوق رو بهتون دادم کامل و تمام. هلو گایز، حالتون چطوره؟ من آرشین هستم. خیلی خوش اومدین به ویدیو بمب دیگه از چنل یوتیوبمون. خیلی وقت نتونستم براتون ویدیو آماده کنم، درگیر مشکلات بودم. دلم خیلی براتون تنگ شده بود. چه خبرها؟ مدتیو که نبودم. خوش میگذشت بهتون؟ راستشو بگی راستی کریسمستون مبارک. ایشالله سال 2025 کلی پول گردونه بزنید و اکتیویژن گدا هم کلی سی پی و گان لژندری رایگان بهتون بده و لذت ببرید. ولی ما ایرانی هستیم و کریسمس برامون یخته. ما نوروز داریم، یلدا داریم. آره راستی گان لژندری رو که اکتیویژن به همه رایگان داده رو دریافتش کردید؟ بیایید که بهتون یاد بدم چه جوری کاملا رایگان دریافتش کنید. گان لژند رایگان گانی نیست جز پیوریفایر یا همون اسلحه آتیشی خودمون که تو دراپ سبزا هستش و نوب سگا برمیدارن و باش ما انمیا رو یا ما پروپلیرها رو فشاری میکنن و توی مولتی هم هست که بهش اسکور استرایک میگن اگه اشتباه نکنم. من خودم به شخصه بهش میگم قدرت. قدرت خیلی چیز بهتریه و پروپلیرها بهش میگن قدرت. اسکور استرایک کلا چیز مال نوباس. اینجوری بهتون بگم. آره این خارجی بازی رو بکشیم بیرون. و خب اگه بخوایم دریافت کنیم این گان لژندری واقعا مزخرف. آره خیلی ساده ایه. خب وارد گیم میشیم. تو لابی یه قسمت سمت چپ پایین هست که نوشته فروزن کراش سیت فکر کنم اگه اشتباه نگفته باشم. اگه کلیک کنید روش به این صفحه که تو تصویر دارید میبینید میرسیم که کلی ایونت برامون آورده که توی این ویدیو کاری به ایونت ها نداریم و فقط این گان لژندری رایگان مزخرف رو میخوایم بگیریم. بالا سمت چپ یه عکس گان لژندری هست، همون پریفایر که زیرش نوشته لژندری اکسچنج. آره و اگه روش کلیک کنیم این صفحه برامون میاد که با لاگین کردن تو روزهای مشخص شده که من نمیدونم فرایدی و اینجور چیزا، ساتردی، نمیدونم به هفته خودمون چی میشه، به زبون خودمون چی میشه نمیدونم، گوگل سرچ کنید براتون میاره و تو روزهای مشخص شده باید لاگین کنید توی گیم، یعنی وارد بازی بشید و دیگه برید دریافت کنید جایزشو. بهمون کارت هایی رو میده که اگه 25 تاش رو جمع کنیم میتونیم سمت چپ یکی از خانه ها رو باز کنیم. الان 4 تا خانه داره، من 4 تاشو باز کردم. برای شما هر 4 تاش بسته است و خودتون باز کنید. کلیک کنید روش موقعی که 25 تا کارت داشته باشید براتون باز میکنه. قسمتی از گان لژند رو دریافت میکنیم. اگه هر خانه رو باز کنیم که 4 تاست، اگه 4 تاشو باز کنیم بهمون گان لژند رو میده. اگه بالا سمت راست کلیک کنیم تا قسمت ویکلی اکسچنج اگه درست گفته باشم این صفحه برامون میاد که اولی گفته 5 مچ از هر مودی فرق نداره مودش با فرندای گیممون بازی کنیم. یعنی که میریم توی لابی به یکی از فرندامون اد میدیم و وقتی که اومد توی لابیمون استارت میکنیم و باهاش 5 مچ بازی میکنیم که مولتی فری فورال استارت کنیم خیلی سریع تموم میشه. هر مچش 2 دقیقه میخواد، چیز زیادی نیست، کلا 10 دقیقه زمان میبره. دومی هم گفته 1500 تا تیر شلیک کنید. چجوری؟ میرید توی گیم یه دونه LMG بردارید، هر گانی دلتون میخواد ولی LMG خیلی راحت تره و 1500 تا تیر شلیک کنید تا اینجوری. سومی هم گفته که برید و 3000 تا دمیج به انمیاتون بزنید، یعنی اینکه یه مچ رنک استارت میکنید، رنک باید باشه همه اینا رو که گفته. کاستوم اینا نمیشه، وقتتون رو هدر میدید اگه کاستوم استارت کنید و بعد از اینکه رنک رو استارت کردید میرید انمی ها رو با تیر یا هر چی میزنید. خلاصه نایف باشه، تیر باشه، نارنجک باشه، هر چی باشه دمیج میخورن، یعنی آسیب میبینن. آره مجموعا باید 3000 تا دمیج بشن. 3000 تا که دمیج شدن بهتون این کارت رو میده. چهارمی هم گفته 10 انمی رو هدشات کنید، یعنی با زدن تیر به سرشون اونها رو بکشید. تیر که به سرشون بزنید، مثلا با اسنایپر یه تیر بزنی به سر انمی میمیره، بعضی اسنایپر البته، بقیه‌شون مزخرفن. این تسکا هر هفته عوض میشن و چیزهایی شبیه به همین رو باز میان که جمعاً به 100 تا کارت نیاز دارین. اینا رو وظیفه دونستم که بهتون بگم. وظیفه رو با لهجه کردی گفتم.
اینا رو وظیفه دونستم که بهتون بگم، چون شاید خیلیاتون بلد نبودین و یا اصلا از وجود این ایونت خبر نداشتین. از اینا بگذاریم و بریم سراغ اعلام برنده خوش شانسمون که 2 تا 160 سی پی ویدیو قبلی رو دریافت باید بکنن و برنده شده اسمشون توی قرعه کشی در اومد. یعنی ویدیو باگ گردونه زودیاک 6 لژندری. اگه اون ویدیو رو ندید برید ببینید. باگش برای همه گردونه های 6 لژندری و 4 لژندری که هر چیز میان کار میکنه، فرقی نداره. قرعه کشی رو بین کسانی انجام دادیم که شروطی که بهتون داده بودم و انجام داده بودم و به 2 نفر قرار بود 160 تا سی پی بدیم و حالا قرعه کشی انجام شده و برنده خوش شانسمون کسانی نیستن جز شهلا خانوم و واره که نمیدونم اسم دختر یا پسر و آیدیاشون توی تصویر هست و این 2 نفر توی تلگرام به آیدی آیو اسلان که توی تصویر دارید میدونید پیام بدید تا سی پی هاتون رو براتون اوکی کنید. و تا یادم هم نرفته اینم بگم که این ویدیو هم جایزه داره و جایزه بتل پس به 1 نفر از شما عزیزانی که کارهایی رو که جلوتر بهتون میگم و انجام میدید. در ضمن همه ویدیوهایی که قرار بذاریم و گذاشتیم جایزه دارن، بجز 2-3 تاشون که گیم پلی اونا جایزه دار نیستن، صدا خودم روشون نیست. اگه اونا رو خواستی ببینید گیم پلی سولو اسکواد کلی انمی رو زدم و پاره کردم. برید ببینید. خلاصه خب قبل از هر چیزی چنل من رو ساب کنید، زنگوله کنارش هم بزنید تا همیشه اولین کسانی باشید که ویدیوهای من رو میبینید و شانستون برای دریافت جایزه که ویدیوهامو جایزه دارن بیشتر باشه و برای شرکت داده شدن توی این قرعه کشی این ویدیو که بتل پس میدیم. قبل از هر چیزی چنل من رو باید ساب داشته باشید، ساب نداشته باشید کلا همه چیز چنل باید ساب بشه. اینو بهتون بگم، ساباتون هم میپره. کامنت انگلیسی بزنید. دمتون گرم. این ویدیو رو لایک کنید و در آخرم کدی رو که هر چند ثانیه از اول تا آخر ویدیو براتون حرف به حرف هر چند ثانیه میاد رو کامنت کنید تا توی قرعه کشی شرکت داده بشید. کد هم از ثانیه اول ویدیو، بازم میگم ثانیه اول ویدیو تا ثانیه آخر ویدیو شروع به بالا اومدن کرده و بهتون بگم مثلا هر 20 ثانیه هر 15 ثانیه قرآن یه چیز برنامه داری نیست. شاید 30 ثانیه یه بار، شاید 20 ثانیه یه بار، شاید 10 ثانیه یه بار، شاید هر 5 ثانیه یه بار بیاد براتون. پس ویدیو رو جلو نزنید تا کدها رو درست وارد کنید. یه حرفش هم اشتباه باشه شرکت داده نمیشین، پس تخلف نکنین و خودتون کد رو حرف به حرف یادداشت کنین تا خدای نکرده اشتباه نباشه و قرعه کشی شرکت داده بشه. اینم از مدرک جایزه دادن جایزه اکانت به برنده قرعه کشی ویدیو 10,000 اکانت رایگان که تا باور کنید که ما فیک نیستیم و به هر قولی که بدیم عمل میکنیم و بازم میگم مبارکش باشه. شما هم کارایی رو که گفتم و انجام بدین تا شاید برنده خوش شانس این ویدیو شما باشه. خیلی وقتتون رو گرفتم، بریم سراغ آموزش گاف صندوق. اشکاله این گاف صندوقی که به بازی اومده هر سال 1 بار به بازی اضافه میشه و چجوری کار میکنه؟ این گاف صندوق یه جوریه که به ازای هر مقدار سی پی که خرج میکنید 50% همون مقدار رو دوباره به صورت کاملا رایگان بهتون پس میده که سقفش 20,000 سی پیه. یعنی اگه شما 20,000 سی پی خرج کنید و توی بازی اون سی پی ها 20,000 سی پی خرید کنید و توی بازی اون 20,000 سی پی رو خرجشون کنید، 10,000 تا سی پی رو به صورت کاملا رایگان میتونید از گاف صندوق دریافت کنید و این یعنی 2 سر سود و بعدا اکانتتون کلی بیشتر از مبلغی که خرج کردید فروش میره و ارزشش بالاتره. کلا 1 بار میتونید این رو دریافت کنید. پس اگه میدونید که قراره مثلا امروز 80 تا سی پی بخرید، فردا هم 160 تا بخرید، پس فردا هم مثلا 200 تا 40 تا بخرید، دفعه اولی که سی پی رو خریدید 80 تا رو خریدید 40 تا رو دریافت نکنید. وایسید دفعه دوم سی پی خریدید، سوم هم خریدید، چهارم هم خریدید، دفعه آخری که سی پی خریدید اون موقع دریافت کنید تا سی پی بیشتری بهتون بده. مثلا امروز 80 تا میخرید، فردا هم 80 تا. اگر روز اول دریافت کنید 40 تا بهتون میده، اگر روز دوم دریافت کنید 80 تا بهتون میده. دیگه دفعه دومی وجود نداره. پس سعی کنید 1 بار این کار رو انجام بدین و درست حسابی انجام بدین. اینا بهتون بگم که
الکی سی پی نمیده تا خرج نکرده باشین. هیچ سی پی رایگانی بهتون نمیده. حتما باید یه مقدار سی پی رو خرج کنید تا یه مقدار سی پی رایگان بهتون بده. پس وقت خودتون رو با گشتن دنبال این راه و روش ها تلف نکنید. چه راه روش هایی که مثلا یارو میاد تو ویدیوش یوتیوبر میگه بیا از این گاف صندوق بدون اینکه یه قرون خرج کنی سی پی رایگان بده. اینا همش دروغه. کلیک نکنید روی این ویدیوها. وقت خودتون واقعا هدر میدید. و ویدیو بعدی هم به احتمال زیاد یا کاهش لگ خیلی بمبی باشه براتون و یا یوتیوبرهای کلیک بیتی. معلوم نیست کدومشون قرار بزنم، ولی هر دوشون رو به زودی براتون میزنم. ویدیو بعدی رو نمیدونم کدومشون باشه. کلا هر دوشون کار آسونی نیستن، باید سخته، باید انجام بدم. وقت خودم رو پاش بذارم و یه 2-3 روزی بگردم ببینم چیا اوکیه، بیام براتون اوکی کنم. وقت خودتون رو خلاصه هدر ندید با دیدن ویدیوهای اونایی که کلیک بیت میزنن. دیگه کم کم هم داریم به آخرای ویدیو میرسیم. مرسی که تا آخر این ویدیو با من همراه بودین. حتما اگه ویدیو پیشنهادی دارین توی کامنت ها بهم بگین تا براتون اوکی کنم ویدیوشو بذارم. ویدیوهای قبلی رو یادتون نره ببینید، همشون بمبن و کلی آموزش کاهش لگ و نمیدونم دریافت گان لجند و اکانت رایگان رو همه چی براتون گذاشتم. برید ببینید، عشق کنید، لذت ببرید. عشق منید، دوستتون دارم. تا ویدیو بعدی فعلا بابای.